در جمهوری اسلامی این یک بیماری است که سازمان سازی بر نهادسازی چربید و ما دور شدیم از آرمان ها و گیر کردیم با همه داشته هامون. اصلا این حرف سیاه نمایی نیست، مملو از داشته ها و توانمندی ها هستیم در جمهوری اسلامی، مملو از انسانسازی رو انقلاب اسلامی اگر هیچ کاری نکرد در این 45 سال موتور انسانسازیش به شدت کار کرد. و اگر ما هیچ پیشرفتی نکردیم، هیچ جایی دستمون نگرفتیم، حداقلش این است که در جمهوری اسلامی در این 45 سال انبوه نخبگان دینی و علمی و مردمی و تمدنی پرورش یافتن که آماده عملیات‌های وسیع در سطح بین‌المللی هستند. آقای پناهیان یه بار به شوخی رو منبر گفتن که من هرچی فکر میکنم چرا ما تو ایران نمیتونیم با هم کار کنیم، جمع بشیم، یه حرکتی جمعی با هم شکل بدیم. بعد رسیدن به این که ما همه نخبه ایم، همه در سطح تراز نخبگانی پرورش یافتیم برای ظهور انشالله امام زمان بیان مشکل نخبه نداشته باشن، ماها رو گسیل کنن ولی جدا جدا هر کدوم رو به یک کشور بفرستن، کشورها رو آباد کنیم. ما با هم نمیتونیم یه جا جمع شیم و یه حرکت جمعی با هم شکل بدیم.